به کانال خودتون خوش اومدین. درس امروز در مورد معرفی کردن هست. وقتی با یکی میخواین آشنا بشین و خودتون رو معرفی کنین. خب با یه سلام و پرسیدن حال شروع میکنیم. هالو، سلام. ویگیتس اینن، حال شما چطوره؟ ایش هایسه علی، نام من علی است. Ich komme aus dem ایران، من اهل ایران هستم یا من از ایران آمدم. Ich wohne in Berlin، من در برلین زندگی می کنم. Ich bin 20 Jahre alt، من 20 ساله هستم. همیشه وقتی برای بیان کردن سن بعد از عدد از یار آلت استفاده میکنی، یعنی 20 ساله یا مثلا چند ساله. Ich spreche Deutsch und Farsi، من آلمانی و فارسی صحبت میکنم. Ich bin Student، من دانشجو هستم. خب الان ما میایم لغاتی که توی این جملات استفاده شده رو با هم به صورت مجزا معنی میکنیم. فقط نکته‌ای که اینجا باید بدونید اینه که فعل‌ها اینجا صرف شدن و مخصوص فاعل ایش هستن. فاعل یا سوبیکت فعل ما صرف شدن، ولی توی جدول فعل‌ها حالت اصلیشونو دارن. هایسن، نام داشتن. کومن، آمدن. کومن آوس، اهل جایی بودن. ببینید فعل کومن وقتی با حرف اضافه آوس میاد به معنی این که اهل جایی بودن هستش. وونن، زندگی کردن. زاین، هستن، که توی جملات به خاطر فاعل ایش فعل ما که زاین هست میشه بین. هابن، داشتن. شپرشن، صحبت کردن. شتودنت، دانشجو. دانشجوی مرد برای مذکر استفاده میشه. نور، فقط. 20 20. خب اینم از درس امروز. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. تا درس بعدی، خدا نگهدار.